سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: تلاش‌های وزارت صنعت و تجارت پیرامون فراهمسازی تسهیلات در بخش تجارت و صادرات افغانستان به ازبکستان، دیدار معین مالی و اداری وزارت امور خارجه با نماینده ویژه اتحادیه اروپا و اظهارات جنجالی رئیس جمهور نیکاراگوآ درباره ترامپ. امروز چهارشنبه دوم ماه ثور سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ازبکستان با جمشید خواجه‌یوف معاون نخست وزیر این کشور دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در این دیدار دو طرف پیرامون فراهمسازی تسهیلات در بخش‌های تجارت، ترانزیت و صادرات افغانستان به ازبکستان گفتگو کردند. در کنار این تنظیم سفر والیان ازبکستان به افغانستان و ایجاد مرکز صادرات تولیدات و محصولات افغانستان در ولایت بلخ نیز از محور گفتگوی این دیدار بوده است. دکتر محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت امور خارجه با جلیس برتران نماینده ویژه اتحادیه اروپا دیدار کرد. وزارت امور خارجه میگوید که در این دیدار در مورد گسترش روابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری همچنان توسعه همکاری‌های دوامدار گفتگو شده است. با گفته این وزارت، دکتر محمد نعیم برای روابط متوازن و مبتنی بر احترام متقابل تاکید کرده و از اتحادیه اروپا خواسته است تا کمک‌های خود را به افغانستان از یک پروژه کوتاه‌مدت به برنامه‌های توسعه و پایدار تغییر دهد. در همین حال نماینده ویژه اتحادیه اروپا از تداوم همکاری‌ها با افغانستان اطمینان داده و گفته است که دروازه‌های اروپا برای صادرات افغانستان باز است و افزوده است که تلاش‌ها برای تسهیل دسترسی کالاهای افغانستان به بازارهای اروپا افزایش یافته است. شرکت هوایی آریانا افغان میگوید که یک فروند طیاره مسافربری چارتر از نوع بی 735-500 مربوط این شرکت به میدان هوایی بین المللی کابل رسیده است. این طیاره با ظرفیت انتقال 126 مسافر در پروازهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مسئولان این شرکت میگوید که هدف از این اقدام گسترش خدمات مسافربری و فراهمسازی تسهیلات بیشتر برای مسافران است. و در آخرین خبر، دانیال اورتیگا رئیس جمهور نیکاراگوآ گفته که حمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران نشان می‌دهد که او از نظر روانی بی‌ثبات است و افزوده از جنگی که رئیس جمهور آمریکا بر آن انداخته نمونه بارز فردی است که عقل خود را از دست داده و فکر می‌کند می‌تواند هر کاری یا هر ظلمی که می‌خواهد انجام دهد. به گفته دانیال اورتیگا، این جنگ که توسط ترامپ آغاز شده است، اقتصاد خاورمیانه و جهانی را مختل کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.